مرد داستان در این فضا در این بهشت جاودان در این زمان با جستجوی کاروان با جستجوی کاروان زندگی با سوی اوج بکران زندگی به اتفاق با همین و یک دلی روانه میرویم میرسیم به اتفاق با همین و یک دلی روانه میرویم میرسیم در این وطن در این زمین معلومات داری؟ بگو یک ذره صحبت کن درباره منارا بگو هیجانی بشیم اینا برادری خود شخصیه دیگه ولایت هرات ولایت باستانی هرات که مثلا داخل منارهای هرات که میگن همین موقعیت قرار داره و زمان ساخت این مناره علیشی نمایی وزیر سلطان حسین برقرار که بوده اینا را ساخته شده زمان سلطان حسین برقرار بله مدت 700 سال میشه از زمان تاریخ از اینا که مثلا مناره جور شده همه راه بودن اینجا که مدرسه اینا دانشگاه اینا دیگه طبق قانون همین مؤسسه طبق همین نقشه سابقه که بوده باید تعمیر چند کیلومتر بالا باید پوش کنیم دولا بعد جای دولا قدیمی هست کاشی کاری کرده اول چون ده یعنی با قسمتای بالای منارها این که بالای سابقات کاشی های سابقات جمعه طبق همین نقشه هم مثلا که بالا سابقا بوده مثلا کنیدی هرات نزدیک به 800 بنا و آثار تاریخی را در خود جای داده که در این بین مناره‌های هرات از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از ارتفاع این ستون‌ها گرفته تا موادی که برای ساخت آن استفاده شده و کاشی‌های لاجوردی که هر روز تعداد آنها کم می‌شود، از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد این برج‌ها است که آنها را نسبت به سایر ساخت و سازهای قرن حاضر متمایز می‌سازد. مناره‌های هرات یادگار اوج و شکوفایی هنر دوره تیموری است که تا هنوز به عنوان نگین هرات پابرجا مانده است. ولایت هرات به عنوان نگین خراسان در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری در دوره تیموریان شکوفاترین مرحله تاریخی خود را از نظر گسترش هنر، ادبیات، علوم، عرفان و صنایع دستی و معماری سپری کرده است. این مناره‌ها توسط ملک گوهرشاد در اواخر قرن 15 میلادی طرحریزی شده و تحت نظارت او ساخته شده است که در طول تاریخ از آن به عنوان یکی از افتخارات هرات یاد می‌گردد. امپراتوری تیموریان در هرات توجه خاصی به احداث بناهای تاریخی مانند مساجد، خانقاه‌ها، کتابخانه‌ها و سایر اماکن فرهنگی داشتند. در حال حاضر در میان این مناره‌ها امروز تنها مقبره‌هایی از سلطان حسین بایقرا، امیرعلی شیرنوایی و گوهرشاد خاتون باقی مانده است. از مصلی و مدرسه اما خبری نیست. هرات در زمان این امپراتوری گردشگران فراوانی داشت. قبر سلطان حسین بایقرا معروف که زیارت سخی و خیلی از چیزایی که در افغانستان هست به شخص بزرگ ساخته شده. خداوند خیرش بده. در ظریف این کلامایت قرآن هست چی هست؟
آفرین. چی یک شعر مقبولی زدن؟ اوپ. این طرف هم شعر مقبولی زدن. یک چیز دادم. خفته اینجا پادشاهی در عدالت بی‌نظیر، دادگستر رهبری دانا دلی روشن ضمیر. خفته اینجا پادشاهی در عدالت بی‌نظیر، دادگستر رهبری دانا دلی روشن ضمیر. دور او دور درخشان در هریوای کهن، عصر او عصر کمال اندر خراسان کبیر. بودن در بزم عرفان عارفی بس محتشم، بودن در رزم میدان شهریاری بس دلیر. نام او سلطان حسین، خاقان منصورش لقب، در دیانت بی‌مثال و در شجاعت شیرگیر. در زمان اقتدارش شرق روشن شد به علم، در فروغ اهتمامش شاد شد برنا و پیر. تکیه زد در عهد او جامی، بر او رنگ سخن خامه بهزاد، زو افگن در عالم سریر. اهل فرهنگ و هنر را داد عزت زان که داشت، چون علی شیر نوایی مرد دانای وزیر. آفرین. پس از مرگ تیمور و حکومت شاهرخ بر هرات تا دوره سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیرعلی شیر نوایی و حمایت این حاکمان از هنر، هرات مرکز هنرمندان و صنعتگران شده بود. روزگاری که کاروانهای مختلفی به سمت هرات می آمدند. این مناره ها بودند که آنها را به سمت شهر راهنمایی می کردند. این مناره ها به هنر تازه واردی اقتدار حاکمان تیمورشاهی و توجه خاص آنان به ساختن بناهای زیبا و هنر معماری را بر رخ می‌کشیدند. از ارتفاع این ستونها گرفته تا موادی که برای ساخت آن استفاده شده و کاشی‌های لاجوردی که هر روز تعداد آنها کم می‌شود، از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد این برج‌ها است که آنها را نسبت به سایر ساخت و سازهای قرن حاضر متمایز می‌سازد. مناره‌های هرات یادگار اوج و شکوفایی هنر دوره تیموری است که تا هنوز به عنوان نگین هرات پابرجا مانده است. این مناره‌ها توسط ملک گوهرشاد در اواخر قرن 15 میلادی و تحت نظارت او ساخته شده است که در طول تاریخ از آن به عنوان یکی از افتخارات هرات یاد می‌گردد. در قسمت نور افتازه که چقدر یک جلای خاص داره، یکی توتای کاشی است، قسمت سبزش است. لیکن به چی امکاناتی را کار شده بودن؟ این خود یکی پاک بده جلا میده به نور افتاب. کودکی هم بازی من
جلوی این کاشی رسید بله و تو چی هست؟ اینا کل مناره من در کلش کاشی کاری میده بود زنگ اون طرف قسمت بارش است فرسوده شده ریخته این طرف مشخص است این طرف